سلام و درود به بچه عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز برای خیلی بخشید اگر این قسمت رو میبینید، این قسمت رو نمیبینید یا این قسمت رو نمیبینید، اینجا نمیبینید، خیلی شرمنده، ولی خب دیگه مجبوری. دوربینم اینجوری شد دیگه، کارش نمیتونم بکنم. و اینکه قرار بر این شده باز دوباره یه سری از ویدیوهایی که داخل یوتیوب پخش شدند و با هم دیگه تحلیل و بررسیشون بکنیم. قبل از هر چیزی چند حتما لایک و ساب بکنید و اینکه اگر میخواید بیشتر از این ویدیو بزنم حتما داخل کامنت بنویسید که من ایده بیشتر پیدا بکنم. پس تک دلقکی رو از مادر بزرگش هدیه میگیره یا از یکی از دوستانش، حالا من دقیق نمیدونم، و اینکه از یکی از دوستان یا مادر بزرگش اینو میگیره، میگه آقا میذارمش توی یه دونه اتاق. خب واسه دکوری گرفته بود گذاشتش توی اتاق که آقا این وقتی برده بود گذاشته بودتش توی اتاق، از داخل همون اتاق خوابش، اتاق بغلی همون اتاقی بوده که گرفته بوده اون عروسک گذاشته بوده اونجا، یعنی دیوار به دیوار بوده. یعنی فرض کن این اتاق اون عروسکی هست، این اتاق خوابشه و این داشته همینجوری میگرفته میخوابیده. شب اول که صدای کوبوندن از در و دیوار میشنوه که از سمت اتاق همون عروسک میره، که وقتی میره ببینه که چیه صدا میده، اینو میبینه. که بله دید که عروسک خودش سر صدا میکرد، اومده و وسط اتاق و اینکه وسط اتاق اومده بود و خودش در رو باز و بسته میکرد. که آقا این گفتش نداره، شاید حالا این دفعه بوده، حالا این یه دفعه عقلش کار نکرده بوده و گرفته و گذاشته بودش میدادیدش، نه به یه 3-4 بار بعدم اینجوری شده بوده که دیده آقا خیلی دیگه داره بس خراب میشه، گرفتش اینو انداختش توی انباری، یه دوربین گذاشتش روبروش یا عقبش و گفتش بذار ویدیوشو ضبط کنم و یه مدرکی داشته باشم اگر هر اتفاقی افتاد. که وقتی میاد ویدیو رو ضبط کنه، ببینید چی ضبط میکنه. Another update. You know, I think I'm definitely going to be moving Jeffrey. Like, with whatever happened last night, I don't want him near me. I'm going to be putting him in the basement, so I'm going to follow up. This is the results so far. I'm going to leave him here for now, but I think
here. Jeffrey's still here. So we're gonna see if there's anything I miss. و بعد دوستان دید که چی ضبط کرد. بعد از این اتفاقات اون عروسک رو بردش به عتیق فروشی فروخت و تموم شد غذا. اوکی شد دیگه، موقع خونش مثلا سرسامیمت دیگه سرساده ها نمیمون که حالا شاید هم فیک باشه، ولی خب به قیافش به هیچ ابدا عنوان نمیخورد که فیک باشه. قضاوت با خودت، من نمیدونم، مثل همیشه دارم بهتون میگم. داستان دوم اینطوری بوده که یه آقایی بوده، یه داداشی بوده که آقا این خیلی عادی داشته تو خونه‌اش زندگیشو می‌کرده، یه خونه جدید خریده بوده و به شدت هم به مسیحیت، به دین مسیحیت اعتقاد داشته و خیلی اعتقاد سنگینی روی این قضیه داشته. یعنی طوری که بهتون میگم فرض کنید آقا این یه تیکه اتاق من خب به جای پرده کلاً انواع اقسام صلیب بود که خیلی هم علاقه داشته به آهنگسازی، یعنی آهنگسازی که چرت کنه، فقط پیانو زدن. و اینکه این یکی دو روز اول که وارد خونه جدیدش میشه هیچ نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اما یکی دو روز بعدش خب یه سری اتفاقات و یه سری صدا میشنوه خب که تصمیم میگیره اونا رو بیاد ویدیوشون بکنه و یه مدرکی بگیره از این قضایا که بذارتشون داخل یوتیوب و یه کمک از مردم بخواد که وقتی میاد ویدیو بگیره ببینید چی رو ضبط میکنه. Bueno, estoy grabando este video porque estoy tratando de dormir, pero acabo de escuchar un golpe duro por allá en la sala, entonces decidí grabar porque hace días que se viene presentando cosas extrañas en el apartamento. Son las 4 y 13 minutos de la tarde, entonces me parece muy extraño que hasta ahora están sucediendo como cosas raras. Entonces, comedor. Miren, es en el comedor. Tengo las ventanas cerradas, miren. Esto viene sucediendo hace como una semana ya. Pero la verdad se me hace muy extraño. Se me hace muy extraño que estén pasando cosas así.
el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús ordeno que te vayas. No tienes derecho de estar aquí. Ordeno que te vas. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. بله دوستان، بعد از یه مدتی با دختری آشنا میشه و با هم میرن تو رابطه و وقتی این دو نفر با هم خوابیده بودن روی تخت داخل اون خونه، یهو بازم همون اتفاقات شروع میشه اما بدتر اصلا میشه. Bueno, voy a grabar este video porque nuevamente se están escuchando en el apartamento ruidos. Son las 3 de la mañana con 16 minutos y... Escucha. Sí. Esta vez no estoy solo, esta vez estoy con mi novia que por fin decidió venir a acompañarme, pues estaba asustada debido a todas estas cosas que están pasando. ¿Dónde es eso, amor? La cocina. ¿Qué fue eso? Se cayó. Yo voy a mirar. Quédese aquí, amor, quédese aquí. Señor bendito. Amor, quédese acá, yo voy solo, amor. Yo voy. Prenda la luz, Se ve todo tranquilo por acá. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Parece que es en la cocina. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Vaya para el cuarto, amor. ¿Qué fue eso? ¿Estás viendo, amor? ¿Estás viendo? Es en la cocina, amor. Cuidado con la cocina. Manifiéstate en el nombre de Jesús. Te ordeno que te manifiestes. ¿Qué fue lo que sonó así ahorita, amor? La cocina. Mierda. Mira, amor, mira. Lo hacían mentiras, amor. Es un vaso. Es un vaso. Mira, todos los cajones están abiertos. ¿Qué es lo que pasa aquí, Dios mío? Amor.
که بله دوستان بعد از این قضایا کلا خونه رو میفروشه و میره یه جای دیگه زندگی میکنه و با دوست دخترش هم ازدواج میکنه دیگه. تموم شد و همه چی به خیر و خوشی تموم شد. داستان سوم اینطوری بوده که یه حاج خانمی بوده، یه خانمی بوده که یه دونه دختر کوچیک داشته مثلا 5-6 ساله که برای حفاظت از اون دختر و امنیت اون دختر یه دونه دوربین مدار بسته میگیره وصل کنه داخل اتاقش، که یه شب که این خانم داشته دوربین ها رو همینجور یه چک میکرده که حواسش به دختره باشه که ریدم تو زبونه. خب یه چیزی رو میبینه، خب که بیایید با هم دیگه بریم ببینیم چی میبینه. که بله دوستان دیدید چی دید؟ یه دونه حاله به شدت سفیدی بود که حتی موقعی که اون مادر اونجا میرفتن بازم اونجا بود، که من اول فکر کردم پشه چیزیه چون این اتفاق زیادی هم داخل پشه رو اینجوری میگیرن، ولی خب پشه حاله نداره، این یه حاله‌ای پشت خودش داره و اینکه همینجور باهاش زندگی میکنن، هیچ اتفاقی هیچ خطری هم براشون نداشته چیزی که دیدم، و اینکه همینجور باهاش زندگی میکنن و هیچ چی نمیشه. بریم سراغ داستان بعدی. و داستان چهارم و داستان آخرم اینطوری بوده که یه آقایی بازم داخل خونه تنها بوده، تنها زندگیشو میکرده، یکی هیچ دوست دختری نداشته، تک و تنها بوده. این خونه رو عقب داشته و هیچ اتفاقی براش نمیفته، هیچ چیزی نیورده داخل خونه. اما بعد از یه مدتی خب که داره کاراشو توی خونه انجام میده یه سری اتفاقاتی میفته، خب که بیاد بریم ببینیم واقعا چه اتفاقاتی براش افتاده. Hej, ogólnie to od jakiegoś czasu cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Ja pierdolę, co to? Jak? Co to? What the fuck?
Nie, ja pierdol. Co jest kurwa? خب عشقا دیدید که چه اتفاقاتی براش افتاده و اینکه دیگه بعد این حاجی آقا ما خبری نداریم، فقط یک ویدیو داخل کانالش آپلود کرده بود و دیگه هیچ خبری ازش نشد که آقا چی شد، مرده زنده حالا هرکی. و به خاطر دلایل کپی رایت یوتیوب نمیتونم کانالشو بذارم، حالا نمیدونم چرا واسه بعضیا رو میذاره واسه ما رو نمیذاره نمیدونم. ولی خب اول از همه مرسی تا اینجا ویدیو رو دید، قربون دسته، مرسی، چاکرتم. چون که تا اینجا اومدی یه لایک و سابم بزن، فدای داری، مرسی، گود نایت.